خب برای قسمت جلو 1/4 کمرتون رو به دست بیارید، به علاوه 1 سانت کنید برای جلو. بچه جلو همیشه از قسمت پشت بزرگتره. به علاوه دوباره نیم سانت آزادی و به علاوه 2 سانتی متر حق پنس. ما برای قسمت پشت 3 سانت پنس در نظر گرفتیم، ولی برای قسمت جلو 2 سانت پنس. برای اندازه بعدیمون که فرمول داره باسن پشت و باسن جلوه. برای قسمت باسن پشت 1/4 باسن رو دوباره به دست میارم و منهای 1 سانتی متر میکنم و به علاوه نیم سانت آزادی. اینجا دیگه پنس نداره، فقط منهای 1 میشه و به علاوه نیم سانت آزادی. عددی که به دست آوردید رو یه جا برای خودتون یادداشت کنید. و برای باسن جلو هم دوباره 1/4 باسن به علاوه 1 سانت و به علاوه نیم سانت آزادی. برای قسمت جلوی باسن هم ما پنس نداریم، پنس فقط روی کمر اعمال میشه. به این صورت اندازه رو برای خودتون یادداشت کنید. اندازه بعدیمون تیره پشته. اندازه بعدی ما تیره پشته که میشه همون کارور پشت. شما میتونید طبق این فرمول همون رو به دست بیارید. 1/8 دور سینه رو به دست بیارید به علاوه 5 سانت و نیم ثابت به علاوه نیم الی 1.5 سانت آزادی. من اینجا دور سینم 91 بوده، تقسیم بر 8 میکنم. عددی که به دست اومد رو به علاوه 5.5 ثابت میکنم و به علاوه 1.5 آزادی و عددی که اینجا من به دست میشه 18/3. اگر دقت کرده باشید 1/2 کارور پشت منم شده بود 18. اندازه بعدیمون گشادی کف حلقه است که اینم طبق فرمول به دست میاریم که 1/8 سینه رو دوباره به دست میارم، تقسیم بر 2 سانتی متر میکنم. عددی که به دست اومد رو یادداشت میکنم. دور سینه من 91 رو تقسیم بر 8 میکنم. اینجا برای من میشه 11/3. حالا این 11/3 رو یادداشت میکنم و تقسیم بر 2 میکنم دوباره. خب همونجور که گفتم برای گشادی کف حلقمون 1/8 سینه رو به دست آوردیم، تقسیم بر 2 کردیم. عددی که به دست اومد 1 بار به علاوه 1 بار منهای 1 برای قسمت پشت به علاوه 1 میشه و برای قسمت جلو منهای 1. ببینید 91 هم تقسیم بر 8 شد 11/3. این 11/3 رو حالا تقسیم بر 2 کردم. عددی که به دست اومد برای قسمت پشت به علاوه 1 میشه 6/6 و برای جلو 4/6 منهای 1 شده. برای اندازه بعدیمون پیش سینه است که تقریبا میشه همون کارور جلومون. 1/4 سینه منهای 4. 1/4 سینه ببین 91 بوده سینه، تقسیم بر 4 شده 22/75. این 22/75 رو منهای 4 میکنم میشه 18/75. اینم میشه قسمت پیش سینه. بچه همینجور که بهتون گفتم این فرمولا رو انجام بدید، برای خودتون بنویسید تا بریم برای الگو کشی.